وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً با قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلا این تغییرات از چی عبارت است؟ این تغییرات در اساس امکانیت می‌دهد که همه تشکیلات‌های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک‌ها قرضدار بودند آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود به بیروی قرضی روزگی می‌دادند. از این سبب قرض‌های پاراللی در بازار زیاد می‌شد. بودند مزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند. بودند که زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود را نمی‌دادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرض‌های پاراللی گرفته می‌توانستند. در حالتی که یک مزاج زیاده از یک قرض در برنامه خود می‌گیرد یا برنامه خود می‌گیرد و ریسک خوفی گرداندن همون قرض را زیاد می‌گرداند. و اگر ما گیریم مزاج‌هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و اینها فکری محکم کردن قرض‌های اولینه خود نیستند. با این صورت در تاجیکستان یک رویخط پره قرضگیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفعت بانک ها است یا برای قرضگیرندگان و مردم عادی هم یگان فایده دارد؟ سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسیای خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت می‌کند. در بعضی ماه زیاده از 2-3 میلیون قرضگیرنده ها می باشد. این تغییرات در اول به منفعت تمام تشکیلات های قرضی است و خودی مزاج هم هست. یعنی به مزاج چی منفعت دارد؟ به مزاج همون منفعت دارد که اگر شما یک قرض گرفته آن را سر وقت پرداخت کنید، دو کرته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما را دیده با شما با شرط های خلای به شما قرض میدهند. میشود گفت که نبود یک معلومات پوره درباره قرضگیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک‌های تاجیکستان شده است. یکی از سبب‌هایی که مزاج‌های آنها قرض‌های پاراللی به حد بسیار داشتند و سر وقت قرض‌های خود را پرداخت کردن نمی‌توانستند، از این سبب بانک‌ها به این حالت دچار شدند.